یکی از ارزش ها، یکی از مقدساتی که اون را تجلیل میکنن، جشن میگن، این هسته زبان است که در طول این همه سالها ما ملت تاجیک، ملت فارس زبان توانستیم هسته زبان خود را دفاع بکنیم و توانستیم در عرصه بین الملل، در جامعه جهانی و در عموم توانستیم این زبان را حفظ بکنیم، نگاه بکنیم و دوره با چند از مردمی منطقه هم با این زبان حرف میزنیم که زبان دری تاجیکی است که این زبان را رودکی استفاده بود، فردوسی استفاده بود، لایق بزرگ استفاده بود، عینی استفاده بود، ترسون زاده استفاده بود و امثال این ده ها و صدها بزرگان این ملت استفاده بودند. در زمان خب حکومت شوروی، پیش از برهم خوردنش حکومت کمونیست شوروی، در او شب و روز هم گروه از آزاداندیشان، گروه از آزادیخواهان، گروه از میهندوستان و وطن دوستان پیدا شده بودند و میخواستند در اون قهر کمونیسم هم زبان تاجیکی رمز دولتی بگیره، همچنین یک زبان دولتی شناخته بشه که در اون شب و روزها نظام کمونیسم بود، در اون شب و روزها سیاست روسیه بالای ما و شما فراگیر بود و به اجازت و به نمیدونم اوکی اونها اصلا کاری کرده نمیشد. ولی بعد از این همه تلاش و مبارزه و سیاست بازی و دولت سازی و دیگر شجاعت و استادشوی یک گروه از روشن فکران و آزاداندیشان و عالمان و دانشمندان اون زمان خودش به همین خلاصه رسید که زبان تاجیکی نشان دولتی گرفت و 22 ایول سال 1989 به رسمیت شناخته شد. و همین است که من به همه اهل زبان، به همه اهل زبان شناسان در عموم، به تمام مردم تاجیکستان این روز هسته زبان رو تبریک میکنم و خدا کنه که ما توانیم در آینده هم از این روز دفاع بکنیم، ما توانیم در آینده هم برای نسل بعدی ما نشان بدیم که تاریخ زبانی ما 22 ایول سال 1989 راست می آید. متاسفانه بعد از یک زمانی، بعد از یک زمان خودخواهی، بعد از یک زمانی تجاوز بگیره ایرا بگیرته چی موندگی در اکره، بعد از یک زمانی تجاوز و تحقیر و سیاست پست و غرض و پلید و نوجوانمردی رحمانوف، آهسته آهسته آمدن اینها دست زدن به از بین بردن تاریخ. نمیدونم، شاید برنامه ساخته شده کدام اجنبی بود و شاید اونها میخواستن بعد از 100 ساله ها دوباره برای خودشون اینا تاریخ بسازن. گمان کنن که اینها یک راهبر و یک نظام خیلی حرفه‌ای در زمان خود هستند و اینها میتونن کارهای را انجام بدن، ولی از او بیخبرن که اینجا در پس درهای شما هم کسای خفتن که برای شما اجازت نمیتونین این کارها را بکنین. گرچنده روی ورق میکنین، گرچنده که برای مردم نشان میتین رقص و توی و تماشا و یک گروه منقورت شده را بلند میکنین که از این روز حرف میزنه که بله روز زبان 5 اکتبر است، فلان است، بهمدان است، اما گروهی دیگر، گروهی از روشن فکران، گروهی از اهل قلم، گروهی از مبارزین اصلا این تجاوزی که شما در حق تاریخ این ملت کردین، شما گمان کردین که تاریخ بده را و خط بزنین دوباره تاریخ جدید بسازه، مطمئن باشه که نمیتونین. ولی امروز با داشتن نیرو، سلاح، قدرت، دولت، دیگر و دیگر چیزهایی که دارین شاید میتونین برای یک گروه، ولی فراموش نکنین که روز میشوه که حتما روز اصلی زبان به خودش برمیگرده. 5 اکتبر سال 2009 با قرار مجلس عالی روز زبان تاجیکی از 22 ایول به 5 اکتبر برگردانده شد. چرا 5 اکتبر؟ چرا؟ 10 سوال. چرا؟
365 روز در یک سال ما 365 روز داریم در یک سال. چرا نامد 22 سپتامبر شود در راست بیا به روز رودکی؟ چرا نامد به یک روز دیگر، به یک روز فرهنگ؟ چرا نامد به یک روز زاد روز عینی راست آید؟ چرا نامد به یک روز شامی لایق راست آید؟ چرا نامد به یک روز یک چیزهای دیگر، یک روزهای تاریخی دیگر؟ ولی چرا بیا محض 5 اکتبر؟ خب من اگر بدونم که در سطح زباندانی، من اگر بدونم که در سطح سیاست امام رحمانوف یک انسانی فرهنگی، یک انسانی زباندان، یک انسانی است که ده ها تا کتاب برای هستی زبان نوشته، زبان فارسی ما را دوباره برگردانده است که امروز فرزندان ما با خط زبان زیبای فارسی تعلیم علم میگیرند که مردم ما از این زبان با خبر است و حرف اصلی نیاگان خود را میشناسند. خب یک کمی علامت نمیکنه. اینجا قدر دردت میکنه که یک انسانی که اصلا هیچ ربط به هسته زبان نداره، حتی درست زبانی مادری خودش درست حرف زدن نمیتونه، حرفی ار از حرفی ب فرق نمیکنه، هنگامی تلفظ کردن حرفا شیر ژ میگه، ژیر ادخ میگه، ادخ عین میگه. ولی این نفر آمده است روز زبان، روز زاد، روز امام علی رفدانوف. چرا چنین باشه؟ چرا باید چنین باشه؟ سوالی است که من تا امروز جواب ایران نمیتونم پیدا کرده و ما امیدوارم که مردم ما از این سوال حالا هم جواب مشخص و درستی نداره که چرا محض همین روز زبانی تاجیکی اعلان شده است. چرا؟ و اینجا یک نواری کوتاه دیگر است، اینا یک جای میبینیم، بعد دوباره با صحبت ادامه میدیم. مرحمت. تمام دنیا شرم شما به نسل امروزه و آینده فهماندن است که این روز یک ساخته‌کاری است. این روز تاریخی ما نیست. روز تاریخی ما 22 ایول است. ما باید به اون روز زبان بر بگردونیم. یک روز انشالله که این رژیم از بین میرود، یک روز میرود، انشالله یک روز میرود و هر کسی که در اون روز در قید حیات هسته این چیزا فراموش نکنه که این روز بر بگردونیم و 22 ایول برای خودش برگردونیم. این چیز مهم است و خیلی مهم است. من امیدوار هستم که این را انشالله که ما و شما برمیگردونیم. تاریخ نباید دروغ نویسنده شود. تاریخ با تمام تلخیش، شیرینیش، درشتیش، خب هر چیزی که داشته باشد اون تاریخ ما است. چگونه که است باید ما قبولش کنیم، از اون چیزی را بآموزیم، برای آینده ما استفاده کنیم. من امیدوار هستم روزی میشه که ما و شما بر روز تاریخی خود این روز زبان برمیگردیم. خب به شک میتونیم بگیریم. البته ببینین از سال 2019 این جانب شروع کرده حرکت سیاسی گروه 24 همه ساله برنامه مخصوص داره آید به این روز و دوباره برای مردم در فکرهای مردم دوباره با عکس و نوار و مقاله و پیغام و برنامه میرسانه که مردمی تاجیکستان مطمئن باشن که ما این برنامه را روی دست گرفتیم و هدف از گرفتن این برنامه هم تاریخ باید جای خودش گذاشته شود. هیچ نفری در زمان خودش نبیه از خود قهرمان بتراشه، هیچ نفری در زمان خودش نبیه از خود یک انسان جنتلمن و اینتلیجنت بتراشه و گمان کنه که هر چی که بخواه اضافه در تاریخ بکنه. هر کسی که در طول تاریخ این خیانت، این جنایت، این تحقیر در حق تاریخ کرد، دیر یا زود سرنگم شد، سرکوب شد، بی‌نام شد، پاره تیکه تیکه در کوچه پرتفته شد. که رحمانوف هم با این عملهای زشتش، با این تحقیر در حق تاریخ، با این تحقیر در حق این ملت داره یواش یواش به سمت حرکت میکنه که روزش مردم در مقابل این با این ابلهی، با این از بین بردن تاریخ، با این از بین تجاوز کردن در حق تاریخ این ملت، با این از بین بردن فرهنگ این ملت، مردم روزش در مقابل این نظام ایستاد شود. ده ها تا کوچه های مرکزی را که کوچه های مرکزی بودن که تاریخ این ملت بود از بین برد. خود دفتر پرزیدنت که در گذشته حتی بعضی از خیلی روزهای تاریخی در اون اتاق کاری گذرانده است و در زمان جنگ و پس از جنگ و بسیار از شرطنامه ها و کانترکت ها و امضای مهمی در اونجا گذاشته شده است و اونم که یکی از بنای خیلی تاریخی در مرکز دوشنبه ساخته شده بود، او بنا را از بین برد. یعنی می اومد یا به سمت چایخانه راحت که یک جای تاریخی از زمان شوروی ساخته شده است،
در تاریخ این ملت ذکر شده است و آمدن آثارخانه عینی را میخواستن که از بین ببرن که عینی کم نفع عینی که از رحمان و نظامی او دیده در طول تاریخ برای فرهنگ و هستی زبانی ما چقدر زحمت و خدمت های بی‌پایان کرده است که اینا آمدن میخواستن آثاری او را از بین ببرن، نامی او را از بین ببرن، ولی از او بیخبره که تاریخ را ذکر میکنن. از او بیخبره که تاریخ نویسا در یک گوشه، در یک دفتر، در یک برگه، در یک دیوار، در یک سنگ 4 جمله برای این حادثه می نویسن که امروز اگر از ترس و از فشار و از تحقیر و تهدید مقامات پناه بردن و حرفی نمیزنن، ولی مطمئن باشین در جای ذکر شده از در کدام برگه، در کدام کتاب، دفتری، در جای برای نسل بعدی تاریخ نویسای واقعی را می نویسن. شما گمان کردین با این برنامه چرت و پرتاتون، با این اخبلهی و اخمقی که دارین در حق تاریخ این ملت میکنین، شما گمان کردین موفق میشین؟ کی در طول تاریخ به این ابلهی موفق شد؟ کی توانست یک ملتی که ارز هستی داره، یک زبانی که 1000 سالها حرفش زدن، یک قانونی که در سخت‌ترین زمانی حکومت شوروی، زمانی همون پروپاگاندا و زمانی از دور از بین روی و بازسازی و بعضی از مشکلات یک زمانی شوروی داشت، در اون شب و روز یک گروه از جوانان این وطن، یک گروه از فرزندان آزاداندیشان و یک گروه از ادیبان و نویسندگان این ملت استاد شدن، خواستن زبانی رسمی، زبانی دولتی ما زبانی تاجیکی باشد، در دفتر و اداره های ما باید زبانی تاجیکی رواج به مکتب و مدرسه های ما باید زبانی تاجیکی باشه. این کار کردن و با فشاری کردن که قرار قبول کردن که 22 ایولی سال 89 زبانی تاجیکی مقام دولتی گرفت. اما شما آمدین در سال 2009 بهانه چیز هوای گرم. مگر این فرزندا در هوای گرم اشراف کنن میکنن؟ استقلالیت گفته 3 ماه پیش مردم میبرین در کوچه ها، اونجا هوای گرم نیست. برای یک سفر بر هوای گرمی تابستان میره در کوچه های شهر و ناحیه ها و ده های دیگر ها رقص و بازی و مشروف کنن، او هوای گرم نیست. شما دیگر بهانه نیافتین. من حیران اهل قلم، اهل ضیا، روزنامه‌نگارای وطنی، وکیلان پارلمان، کسایی که شاعران و چی میگن اکادمی علوم و دیگر بخشایی که در اون وطن هستین، بلیاز خدا با وجدانتون، با ایمانتون، با انصافتون، با همون ارزی هستیتون، با همون عمری که دارین، با همون شرم نکردین که تاریخ شما را که بزرگای این وطن آمدن برای ما و شما ساختن، سرکشی کردن، پافشاری کردن، یک نعمت برای ما و شما دادن که در زمان نظام کمونیسمی شوروی یا چیکار کردن، آمدن این نقطه را گذاشتن و زبانی رسمی ما زبانی دولتی شد. شما آمدین در این باره در برابر این همه زحمت و اجرگذاری شما چیکار کردین؟ خیانت و تجاوز کردین. شما نشرمیدین و چگونه باز هم دعوای زندگی دارین. من واقعا اصلا برای شما یک گروه انسان ها حیران هستم که شما چقدر دعوای زندگی دارین.